دوستان گرامی، اولو از همه شما می‌ندارم که از کانال ما بهره برده فکر و ملاحظه های خود را عاید افسانه های ما بیان نموده اید. امروز من تصمیم گرفتم که با شما درباره سرعت پخش افسانه ها، سرعت آواز افسانه ها صحبت نمایم. در زیر بعضی از افسانه ها شنونده ها گفتند که افسانه تیزتر و یا سستر صدا داده است. از این خاطر این ثبت من به این موضوع بخشیده می شود. خوب، برای بلند و پست نمودن سرعت هر یک افسانه ما، هر یکی شما خودتون می توانید که مستقلانه با این کار سر و کار داشته باشید. وقتی که شما به خود افسانه زیر می کنید، یعنی که در طرف دست راست شما در آینه تلفنتون علامت ها می برآیند که شما به علامت تجهیزات تلفن، تنظیم تلفن، یعنی با زبان روسی نسترویک تلفن می شود، زیر می نماید. سپس در تلفن شما یک چند پیشنهادها می برآیند. اگر زبان تلفن روسی باشد، شما скорость воспроизведения رو، سرعت خواندن رو پخش نماید. یعنی این سرعت خواندن برنامه ها و افسانه هاست. شما خود مستقلانه می توانید که سرعت هر یکی آن را خودتان مستقلانه انتخاب نمایید. من سرعت عادی را انتخاب نموده افسانه هایم را برای شما پخش می نمایم. Обычная скорость این سرعت عادی است. بیایید اکنون در مثال این افسانه می‌بینیم. ما تجهیزات تلفن رو زیر می‌نماییم. در تلفن شما یک چند پیشنهادها می‌برآیند. شما скорость воспроизведения رو، سرعت خواندن رو پخش نمایید. یعنی این سرعت خواندن برنامه‌ها و افسانه هاست. شما خود مستقلانه می توانید که سرعت هر یکی آن را خودتان مستقلانه انتخاب نمایید. من سرعت عادی را انتخاب نموده افسانه هایم را برای شما پخش می نمایم. Обычная скорость این سرعت عادی است. بیایید اکنون در مثال این افسانه می بینیم. مجبور شد که رازیگیش را دهد. بعد 7 هفته من برای دخترت خواهم آمد، گفت خرس و درختی قوقی را که در پیش پایش افتیده بود شکسته رفت. از ترس دست و پای مرد از حرکت ماندند. وقتی که خرس از چشم دور شد، مرد به خود آمده درک نمود که به خرس چه وعده داده است. دخترش را به او باید به شوهر بدهد. اینجا من با شما خیر خوش می نمایم و به همه شما خانه آبادی و سربلندی را تمنا می نمایم. شاد باشید.